بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان صحابی دیگری از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میخوایم با هم بخونیم. شخصیتی که حتما اسم ایشون رو شنیدید. بله، ایشون کسی نیست جز جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه، برادر حضرت علی و فرزند ابو طالب و پسرعموی پیامبر. کسی است که در روایت اومده که جعفر در بهشت، پیامبر میگه دیدم که دارای بالهایی بود که پرواز میکرد و این بالها با رنگ خون آغشته بود و در صف پیشگامان حرکت میکرد. معروفه که در قبیله ابن یا بنی عبد مناف 5 مرد بودند از اقوام پیامبر که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم شباهت بسیار زیادی داشتند، که میگن اگر کسی دارای ضعف چشم بود یا نابینایی بود، یعنی بیناییش ضعیف بود، ممکن بود در نگاه به اینها دچار اشتباه بشه که کدومی که از اینها رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. این ضرب المثلیه که نشون میده که چقدر این افراد به رسول خدا شباهت داشتند. بله، ببینیم طبیعیه وقتی که در یک فامیل نزدیک ما نگاه میکنیم این شباهت ها رو میتونیم ببینیم. ببینیم حالا این 5 نفر کیان. یکی از اینها ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، یعنی ابو سفیان پسر حارث پسر عبدالمطلب. حارث عموی پیامبر هست و ابو سفیان ابن حارث پسر عموی پیامبر هست. جدا از اینها برادر رضاعی پیامبر هم هست، یعنی برادر شیرخورده پیامبر. متوجه منظور من شدید؟ برادرش یعنی زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش حلیمه سعدیه شیر میخورده، این ابو سفیان ابن حارث هم همون زمان شیر میخورده و میگن این برادر رضاعی پیامبر هست. دیگری که فردی که به پیامبر خیلی شبیه قسم ابن عباس هست که پسر عموی باز پیامبر هست، پسر عباس ابن عبدالمطلب هست که این هم باز پسر عموی پیامبر، میگن خیلی شباهت داشتن. شخص دیگری که باز شباهت داره به پیامبر صائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن هاشم هست که این رو میگن یعنی جد امام شافعی حساب میشه، جزء اجداد امام شافعی رحمت الله علیه یا رضی الله عنه حساب میشه. 5مین نفر که به پیامبر شباهت داشت حسن ابن علی ابن ابی طالب هست، پسر حضرت علی یا پسر دختر حضرت فاطمه، حضرت حسن هست که نوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و میگن حضرت حسن بیشترین شباهت رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت نسبت به بقیه. خب پس جعفر ابن ابی طالب هم یکی دیگه از همین افراد هست که خیلی شبیه پیامبره. به عنوان 5مین نفر در واقع جعفر ابن ابی طالب هست که برادر حضرت علی هست و پسر ابو طالب هست و این هم باز پسر عموی پیامبر هست. ببینیم این داستانی رو که ما در مورد این شباهت ها ذکر میشه به خاطر همون مباحث ژنتیکی و طایفه‌ای هست. حالا خب این شباهت ها تأثیر هم گاه داشته در رفتارها و حالاتی که ما میبینیم. ببینیم داستان رو، ببینیم چه اتفاقی افتاد. ابو طالب عموی پیامبر که در مدتی تقریبا در دوران یتیمی بعد از وفات عبدالمطلب سرپرستی پیامبر رو به عهده گرفت، علی‌رغم میگه جزو اشراف و بزرگان قریش به حساب می اومد، جزو بزرگان قبیله بنی هاشم به حساب می اومد و همه بهش توجه میکردن به عنوان مقام و اون شرافتی که داشت، اما به خاطر قحط‌سالی‌های پی در پی که در سرزمین مکه و اطراف مکه اومده بود، شرایط مالی ایشون خیلی خراب شد و طوری قحط‌سالی نقل میشه که در اون تاریخ ها اومده بود که مردم میرفتن برگ های خشک و چوب ها رو مثلا میخوردن یا استخوان های پوسیده مثلا گوسفندهاشون یا چیزایی که باقی مونده بود که مثلا خیلی با شرایط سختی مردم زندگی رو میگذروندن تا بتونن زندگی رو بگذرونن. قحطیه دیگه، خدا نده، قحطی وقتی در سرزمین میاد خیلی اتفاقهای سختی هم میفته. خب در اون موقع
چنین اتفاقی افتاد و بالاخره ابوطالب هم به خاطر همین قحطی و از بین رفتن بسیاری از دارایی‌هاش و بالاخره املاک و چیزهایی که داشت گوسفندان شرایط سختی قرار گرفت. محمد صلی الله علیه و سلم در اون زمان و عموش عباس شرایط بهتری در بنی هاشم داشتن. این بود که حضرت محمد رفت پیش عموی خودش عباس، گفت عمو، گفت چیه؟ گفت نگاه کنیم بیایم بریم پیش برادرت ابوطالب، عیالواره، فرزندان زیادی داره، هر کدومون یه فرزندشو بگیریم حداقل پیش خودمون نگه داریم، هم برامون کمکه تو زندگی و هم از طرفی ما میتونیم خرج زندگیشو چیکار کنیم، تخفیف بدیم که مقداری بارش در این دوران قحط‌سالی و شرایط سبکتر بشه. گفت باشه خوب بریم. این بود که اینها با هم رفتن اونجا پیش ابوطالب. عباس بهش گفتش که نگاه کن، ما میخوایم که بالاخره بار تو سبک بشه و از فرزندان خودت به ما بسپاری، با ما زندگی کنن تا بتونی شرایط بهتری داشته باشی و ما هم کفالت اونها رو به عهده میگیریم مثل فرزندان خودمون در شرایط زندگی خودمون که بتونیم انجام بدیم و شرایط خوبی داشته باشیم. و ابوطالب وقتی که این مسئله رو شنید گفت باشه، شما فقط عقیل رو نبرید که من به عقیل نیاز دارم، هر کسی رو که شما میخواید ببرید. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت محمد هنوز به نبوت مبعوث نشدن، حضرت علی رو بردن و عباس عموی پیامبر حضرت جعفر رو برداشت، چه کار کرد؟ با خودش برد در خونه خودش، به خودش ملحق کرد تا بتونه زندگیش رو بالاخره بچرخونه. همچنان این شرایط بود تا اینکه خداوند پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم رو، حضرت محمد رو به پیامبری برگزید و خب ایشون هدایت رو برای بشریت آورد و میشه گفت از بین نوجوانان اولین کسی است که حضرت علی ایمان آورده و همچنین جعفر برادر حضرت علی که بالاخره در خونه عباس بود، این هم علیرغم اینکه جوان بود و بالاخره کم سن و سال بود و این اسلام رو چیکار کرد؟ پذیرفت و مسلمان شد. پس ما میبینیم که جعفر و علی دو تا پسر عموی پیامبر فرزندان ابوطالب مسلمان میشن. همسری داره جعفر به نام اسما بنت امیس. اسما بنت امیس اون هم باهاش مسلمان میشه، اون هم باهاش کار میشه، مسلمان میشه و همراه میشن و داستان اسلام اونها هم اینه که اینها توسط حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شدن. چون حضرت ابوبکر صدیق در همون ابتدایی که اسلام رو پذیرفت شروع کرد افرادی رو دعوت کرد، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، جعفر ابن ابی طالب و تعدادی که ما یادآوری کردیم و جعفر و اسما بنت امیس هم جزو کسانی هستند که در همین تلیه‌ای هستند که در اون ابتدا مسلمان میشن. خب طبیعیه که در چنین شرایطی که در جزء مسلمانان و سابقین اولین هستن، اون هم در اون شرایط مکه، اون هم با شرایط اجتماعی که وجود داشت، حضرت جعفر و همسر ایشون اسما بنت امیس با شرایط خیلی سختی مواجه بشن و رنج‌ها و شکنجه‌های زیادی رو ببینن و این طبیعیه. این مسیر دعوت، شما وقتی که یک حقیقتی رو میپذیرید در یک جامعه‌ای که با جاهلیت و شرک و خرافات و ستم و فساد و تباهی و بالاخره انواع اینها سر کار داره، خب نمیپذیرن و با تو مقابله میکنن. اون هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حالا دینی رو آورده و پیروانی هم صاحب این دین شدن که با تمام آنچه که عرب قریش اون زمان بهش اعتقاد داشت باهاش تفاوت داره. خب و مسیر هم مسیر آرامی نیست، مسیر از پر از رنج و شکنجه و سختی و عذاب و مرگ و هیچ کارش هم نمیشد کرد. یا بعد بالاخره حقیقت رو میپذیرفتن یا اینکه بالاخره حقیقت رو رها میکردن. پذیرفتن حقیقت یک مشکلاتی داشت، رها کردن حقیقت که باز دیگه خب باز بدبختی و هزار یک مصیبت دیگه برای کسی که انسان آزادی هست. توی یک چنین شرایطی که خب اینا در رنج و شکنجه بودن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم زمینه هجرت رو فراهم شده بود برای به حبشه، جعفر ابن ابی طالب و همسرش اسما بنت امیس گفتن یا رسول الله خب اجازه بده ما هم به حبشه هجرت بکنیم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه داد و ایشون به همراه همسر خودش در طلیعه مهاجرانی بود که به حبشه رفتن. خب هجرت هم کار آسانی نیست. وقتی تو سرزمین خودت رو رها میکنی، سرزمینی که از نظر زبان، فرهنگ، قوم، قبیله، رفاقت، دوستی، آب و هوا عمری باهاش انس گرفتی، حالا داری میری به یک سرزمینی دیگه، خب بالاخره غم و اندوه هست. اما از طرفی خوب ایمان بود، برای حفظ ایمان خودشون، برای حفظ بندگی خودشون باید این مسائل رو قبول میکردن و میرفتن، حرکت کردن به سوی حبشه.
فقط برای حفظ دین خودشون، دیگه چاره‌ای دیگه براشون نمونده بود و بعد این شرایط رو تحمل می‌کردن تا بتونن از اذیت و آزار قریش در امان بمونن. اینا به حبشه رفتن، بالاخره تحت حمایت نجاشی قرار گرفتن. همه شما هم میدونید که در چه شرایطی بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم گفته بود که او در اون سرزمین نجاشی پادشاهی عادل هست، حکیم هست و اون شما رو حمایت خواهد کرد. خیلی جالبه که شما بدونید وقتی که اینا رفتن در اونجا در شرایط خوبی قرار گرفتن و دیگه حالا احساس امنیت میکردن و عباداتشون رو به راحتی انجام میدادن بدون که کسی باعث اذیت و آزار و ناراحتی اینها بشه و شرایط زندگیشون رو خراب بکنه و تونسته بودن هم زندگی بکنن هم عبادت و بندگی داشته باشن در یک آسایش و آرامش. اما وقتی که قریش متوجه شد خب تعداد زیادی از مردم قریش جوانان و افراد مسلمان شدن و حالا رفتن در حبشه زندگی راحتی دارن، خب اگه اینا اونجا بمونن پایگاهی میشه برای ما دردسر میشه. تصمیم گرفتن که بفرستن چند نفر رو که اونجا از پادشاه حبشه به خاطر ارتباطات اقتصادی و سیاسی بود و این افراد برگردونید، اینها از دین برگشتن، اینها تو جامعه اختلاف کردن، اینها مجرم هستن، هزار یکی از این مسائلی که وجود داشت. حالا ببینیم داستان رو بذارید ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها برای ما تعریف کنیم ببینیم چیه. ایشون میگه که وقتی که ما در حبشه قرار گرفتیم، در اون سرزمین در شرایط خوبی قرار گرفتیم، بالاخره این دینمون در امان بود و میتونستیم بندگی پروردگار رو انجام بدیم بدون اینکه اذیت و آزار کسی رو حس بکنیم یا چیزی بشنویم که ما رو ناراحت بکنه. قریش به سمت نجاشی 2 نفر از ورزیده ترین افراد و سیاستمدارترین افراد خودش رو فرستاد به سمت نجاشی که یکی عمرو بن عاص بود که قبل از مسلمان شدنش هست و دیگه عبدالله بن ابی ربیعه. میگه این 2 تا رو فرستاد پیش نجاشی با هدایای خیلی فراوانی که در اون موقع وجود داشت تا بتونن اینها چیکار بکنن، با دادن این هدایا دل اونها رو به دست بیارن، نه تنها برای نجاشی بلکه برای علما و اون بالاخره کشیشایی که اونجا هم کنار نجاشی بودن، برای اونها هم هدایایی فرستادن تا بتونن از طریق این هدایا چیکار کنن، رازرایت اونها رو به دست بیارن و جعفر همسرش و سایر یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله رو برگردونن به سرزمین مکه در اذیت و آزار و شکنجه و اینها و با هر طریقی میخواستن این مسئله رو انجام بدن. خب عمرو بن عاص به همراه دوستش اومد به حبشه با یک برنامه‌ریزی خیلی معین. قبل از اینکه بخواد با نجاشی ملاقات بکنه با اون علمایی که در دربار در نجاشی بودن یا اون کشیش‌ها و اسقفایی که بودن ملاقات کرد و هر کدام جداگانه هدایایی داد، اونها رو در جریان قرار داد. گفت آره اینها بالاخره از سرزمین ما اومدن، دین ما رو رها کردن، فتنه ایجاد کردن، شما راضی باشید که وقتی ما فردا کنار نجاشی صحبت کردیم شما ما رو حمایت کنید. تا اینجا مطلب رو داشته باشید که خب زمان ما رفت، مقداری هم بیشتر از حد معمول، تا بتونیم در جلسه بعد انشالله در خدمت شما باشیم، دنبال داستان رو بگیم که این داستان به کجا کشید. تا روز دیگه در پناه خدای مهربان باشید.